سلام بچه، امیدوارم حال همتون خوب باشه و اینکه امتحان قبلی رو خوب متوجه شده باشید. این جلسه میخوایم در واقع حل تمرین امتحان پایان ترم زمستون 99 رو ببینیم با هم دیگه. طبق معمول هر سوالی که میاد و اولش پاز بکنید، بعدش سعی بکنید که حل بکنید و احتمالاً هم بتونید حل بکنید این دفعه، چون که هم سبک سوالاش شبیه اون سوالایی که من می آوردم براتون، همین که به نظرم آسان تر و میشه حلش کرد. یه تلاشتون رو بکنید. خب پاز بکنید الان. خب با هم یه سوال رو بررسی بکنیم که ببینیم چیه. حالا این سبک سوال چیزیه که براتون باید آشنا باشه، چون قبلا هم صحبتشو کردیم، هر نکته‌ای هم که داره قبلا ذکر کردیم. واسه همین حالا ازتون انتظار میره که بتونین این سوال رو حل کنین بدون که من توضیح بدم، ولی حالا اگه به هر حال نتونستین حل بکنید با هم بررسیش بکنیم. بعد از اینکه حالا توضیح دادم، حالا امیدوارم که بتونین حلش بکنید. میاد میگه که شرکتی در صدد تولید ظروف پلاستیکی اوکی سرمایه اولیه برای خرید تجهیزات چنین طرحی از 500,000 واحد پولی، پس تجهیزات پی که داره از 500,000 تا. علاوه بر هزینه تجهیزات باید 300,000 واحد پولی برای زمین بدیم، پس پی زمین هم 300,000 تا، پی ساختمون هم هست 200,000 تا. ارزش اسقاط برای موارد استهلاکی حدود 10% مبالغ اولیه است. ارزش اسقاطی برای موارد استهلاکی. عمر مفید و عمر استهلاک برای این طرح 10 ساله. درآمد ناخالص پروژه در سال اول از 300,000 تا، هر سال هم 100,000 واحد پولی کاهش پیدا میکنه. اگر نرخ حداقل جذب برابر باشه با انقدر، نرخ مالیات هم باشه انقدر، فرآیند مالی این پروژه رو قبل از پرداخت مالیات ترسیم کنید با فرض اینکه استهلاک با روش جمع ارقام سنوات محاسبه بشه. رسم کنید و با فرض آن که استهلاک با روش جمع ارقام سنوات محاسبه شود، مشخص کنید ارزش فعلی این پروژه چقدره و همچنین تحلیل نمایید که آیا پروژه اقتصادی هستش یا نیستش. خب حالا این بخش الف و ب و پ رو فعلا ولش کنیم. این اطلاعاتی که به من داده چیه؟ خب اینجا که واضحه این مقدار پی تجهیزاتی که من دارم 500,000 تا اوکی، پی زمینم 300,000 تا، پی ساختمونم 200,000 تا. بعد اینجا اومده گفته که ارزش اسقاطی برای موارد استهلاکی حدود 10% مبالغ اولیه‌شونه. موارد استهلاکی چیه؟ چه چیزایی بهشون استهلاک میخوره؟ تجهیزات، آیا مثلا من برم ماشین ابزار بگیرم بهش استهلاک میخوره؟ بهش میخوره دیگه، درسته؟ خب آیا برم ساختمون درست بکنم، این ساختمون بعد از چند سال مستهلک میشه یا نمیشه؟ بالاخره بعد از چند ساله خراب میشه، مثلا باید تعمیرش بکنیم، اینا هست دیگه همش. پس میتونیم این نتیجه رو بگیریم که ساختمون هم مستهلک میشه. ولی یه سوال دارم ازتون، آیا زمین مستهلک میشه؟ زمین مستهلک نمیشه دیگه. یه زمین همون زمینه، هیچ فرقی نمیکنه. اون زمین رو شما 100 سال دیگه هم بیاین برین بخرینش، یا حالا در واقع بخواین ارزشش رو مشخص بکنین، همون مقدار ارزش رو داره اگه تورمی چیزی نباشه. حتی این نکته رو براتون توی اون جلسه که داشتیم راجع به استهلاک و اینجور چیزا صحبت می‌کردیم آورده بودم که 2 تا مورد بودش بهشون استهلاک نمیخورد. یکی زمین بود، یکی دیگه که بهش نمیخورد چی بود؟ سود پول بود فکر کنم. حالا اسم دقیقش یادم نمیاد ولی فکر کنم سود پول بودش. این 2 تا مورد بهشون استهلاک نمیخوره. پس اینو حتما در نظر داشته باشید که وقتی میان مقدار استهلاک رو برای هر سال محاسبه میکنید، این 300,000 تا رو نباید در نظر بگیرید. همینطور این در واقع باعث این میشه که توی محاسبه فرآیند مالی بعد از مالیات اون مقدار استهلاک در واقع نقش داره دیگه. اون استهلاک رو باید در واقع درست حساب بکنید که بتونید به نتایج درست برسید و حالا جواب درست رو در بیارید. و دیگه چی بهمون گفته؟ مقدار درآمدم که 10,000 تا کاهش پیدا میکنه. بقیه‌اش هم دیگه چیز خاصی نیست دیگه. یه بار دیگه الان با توجه به این توضیحی که من دادم ببینید میتونید سوال حل بکنید، اگه نتونستین حل بکنید یا نه. بعدش ادامهش رو ببینید که دیگه سوال رو کامل حل میکنید.
خب حالا امیدوارم که دیگه تونسته باشین حل بکنین و صرفا بخواین تطبیق بدین جوابتون رو با جوابای من. خب اولش که گفته فرآیند مالی این پروژه رو قبل از پرداخت مالیات ترسیم کنید. پس حالا اینجا که اومدم نوشتم همون اطلاعاتی که توی سوال بوده رو کاری که من همیشه میکنم به نظرم شما هم انجام بدید. و اینجا هم که گفتم زمین مستهلک نمیشه. خب فرآیند مالی چجوریه؟ 300,000 تا برای زمین بعد میدادم سال صفر، 500,000 تا تجهیزات بود، 200,000 تا هم احداث ساختمان هم بود که کلا میشه در سال صفر هم باید 1 میلیون هزینه بکنم. بعدش چون مالیاتو فعلا تاثیر ندادیم، مقدار درآمدی که من دارم برای سال 1 تا سال 10 گفته که با 300,000 تا شروع میشه و هر سال 10,000 تا کاهش پیدا میکنه. نمیشه 290 280 270 260 250 40 30 20 و 210,000 تا. آخرش هم که گفتیم مقدار اسوی من چقدر؟ 10% اون موارد استهلاکیه. موارد استهلاکی چیه؟ 500,000 تا و 200,000 تا. پس 10% 500 به اضافه 200 یعنی 70,000 تا من در سال 10 استهلاک دارم. پس یه فلشه به سمت بالا. بعد من مقادیر اوستی رو نداده دیگه، درسته؟ شما اصلا تو این سوال نگاه بکنید هیچی به نام هزینه سالانه نمیبینید. چه نتیجه میتونم بگیرم؟ که این مقدار هزینه احتمالاً خیلی مقدارش کمه، یا اینکه حالا به قدری هست، یعنی اونقدر کم هستش که توی آنالیز اقتصادی من تاثیر نذاره، وگرنه اگه موثر بود و یه مقدار خیلی زیادی داشت، مثلا اگه 100,000 تا بود قاعدتا میآوردش توی سوال، چون که باعث میشدش که پروژه من یهو از اقتصادی بودن تبدیل بشه به غیر اقتصادی بودن. ولی احتمالاً انقدر مقدارش کمه که زیاد مهم نیست، سر همین هم اصلا نیاوردتش و ما هم توی فرآیند مالیمون نیاوردیمش. حالا باید چیکار بکنیم؟ باید بیایم گفته که فرآیند مالی بعد از مالیات رو محاسبه بکنید و بیایم آنالیز اقتصادی انجام بدین که ببینید آیا پروژه که حالا معرفی شده به درد میخوره یا به درد نمیخوره. من بهتونم قبلا گفتم تو فصل 3 با هم دیگه کار کردیم که چی؟ آقا وقتی همچین سوالی میده غالبا منظورش اینه که با جدول نرید، چون که قاعدتا شما نمیتونید بیاین 10 سال رو جدول بکشین و تمام محاسباتش رو بنویسین. خیلی وقت میبره، درسته؟ 40-45 دقیقه وقت میبره فقط همون یه بخش سوال، در صورتی که شما 30 دقیقه کلا مثلا برای این سوال وقت دارید و تازه فقط بخش الفشه، بخش ب و پ مونده. سر همین چیکار باید بکنین؟ باید به صورت ریاضی و با پارامتر حل بکنید. پارامتر حل کردن یعنی چی؟ قبلا با هم بحث کردیم ولی الان این چون که دیدم همچین چیزی، همچین سوالی میاد، واسه همین اون مسائلی که می آوردم براتون طوری حلش میکردم که پارامتری باشه. اگه حالا تو پارامتری حل کردن مشکل دارید، فصل 3 اون مسائلی که آوردم بعضیش هستش که به صورت پارامتری با حل میشده، به خصوص اون اوایل، حتما اونجا رو ببینید. ولی حالا من یه بار دیگه هم توضیح میدم. گفته که روش استهلاک هم چیه؟ گفته اسوایدی دیگه، درسته؟ این اسوایدی من باید برای چیا حساب بکنم؟ باید برای موارد استهلاکی فقط حساب بکنم، یعنی اون 200,000 تا یا 300,000 تا ارزش زمین اصلا توی اینجا گفته نمیشه، آورده نمیشه. فرمولش که همچین فرمولیه، درسته؟ اون پارامتری که در واقع هی تغییر میکنه و طی سالهای متفاوت مقدارش باعث میشه یه مقدار دی من عوض بشه چیه؟ این تیه دیگه، درسته؟ برای سال 1 مقدار دی به دست میاد، سال 2 1 مقدار به دست میاد، سال 3 1 مقدار به دست میاد تا آخر. ولی بقیه مقادیر مثل n و این 1 و پی منهای اسفی اینا همشون ثابته، پس اینا جاگذاری میکنم. اینجا هم چرا 700,000 تا آوردم، چرا 1 میلیون نیاوردم؟ چون که 300,000 تا ارزش زمین بهش گفتیم استهلاک نمیخوره، پس 700,000 تا رو میاریم، یعنی 500 به اضافه 200. سادهش بکنیم یه همین چیزی میرسه. اینجا هم صفر نیست دیگه، اینو حالا این 9. بعد اینکه حالا گفتیم یا پارامتری حساب بکنیم تا اینکه بتونیم راحت‌تر جوابو به دست بیاریم. کش فلو افتر تکس من چیه؟ با توجه به اون فرمولایی که داشتم میشه جی آی منهای اوسی ضرب در 1 منهای تی آر به اضافه دی تی آر دیگه. خب مقدار جی آی من گفته که هر سال 10,000 تا کاهش پیدا میکنه.
و سال اول هم مقدارش بوده چقدر بوده؟ 300,000 تا. پس اینجا 300,000 تاست و هر سال 100 تا 10,000 تا کم میشه. 290 تا آخر که برسه به 210 دیگه. خب قبول دارین یه شیب ثابت هی داره کم میشه، پس باید یه منفی 10,000 تی داشته باشه. ولی اون مقدار اولیه‌اش چقدر باشه؟ من میگم که اگه من بیام این مقدار تی رو بذارم یک، باید در سال اول باشه 300,000 تا فرآیند مالیم. پس چقدر باید بذارم اینجا؟ 310,000 تا. یه تطبیق باید بزنم ببینم درسته یا نه. مثلا توی سال 2 باید بشه 290,000 تا. پس اگه تی رو بدم 2 میشه 20,000 تا، 310,000 تا منه 20,000 تا چند میشه؟ میشه 290,000 تا که میبینیم درسته. پس همه چی رو سعی میکنیم به صورت پارامتر بنویسیم. پس جی آی من میشه چقدر؟ میشه 310,000 تا منهای 10,000 تی. مقدار اوسیر هم که فرض کردیم که چون مقدارش خیلی کمه تو محاسبات هم نمیارم که اینجا نیاوردم. یکی من تی آر هم که میشه 70%. بعد تکس ریت هم بود 30%. مقدار دیرم که اینجا به دست آوردم برای هر سال چه مقداری میشه. مقدار دی که برای هر سال وجود داره میشه 126,000 منهای 22,290 ضرب در اون سالی که در واقع توش هستیم که اینم جاگذاری میکنیم و به یه همچین رابطه میرسیم. اگه تمیزش بکنیم میایم ببینیم که آقا کش فلو افتر تکس من برای سال 1 چیه. این اگه سال 1 باشه مقدارش چه عددیه؟ پس میام 1 رو به جای تی جاگذاری میکنم و مقدارش به دست میاد 247,113. یعنی از 300,000 تا 53,000 تا حدوداً کم شده، رسیده به یه همچین مقداری. درسته؟ درسته. خب حالا من الان میتونم راحت این فرآیند مالی رو که بازم یه شیب نزولی داره و هر سال هر سال یه همچین مقداری کاهش پیدا میکنه رو راحت بیارم روی سال 0. این چیه در واقع؟ میگه که من یه فرآیند مالی دارم که آش هست این و جی که داره هست چقدر هست این و این جی نزولیه هی داره کم میشه. ام پی دبلیو من پس محاسبه میکنم. ام پی دبلیو من شامل یه هزینه اولیه است که 1 میلیونه، یه مقدار درآمد ثابته که از پی آمون استفاده بکنم که بیارمش روی سال 0، یه جی ثابت نزولیه که از پی جی حساب میکنم، 70,000 تا هم توی سال 10 دارم درآمد کسب میکنم. پس 70,000 هم ضرب در پی اف ام ضرب میکنم. این درآمد منظورم اینه که 70,000 تا ارزش اسقاط دارم. چون که مقدارش بزرگتر از 0 پس پروژه اقتصادیه. فکر کنم بخش الف سوالم تموم شد. بخش ب چی گفته؟ گفته که اگر نیمی از سرمایه اولیه با نرخ 10% وام گرفته بشه، با این فرض که بهره پول در همون سال پرداخت بشه ولی اصل پول انتهای سال 10 تسویه بشه، آیا بازم پروژه ما اقتصادی هستش یا نه؟ اگه هستش مسئولیتش افزایش پیدا میکنه یا نه؟ خب چیزی که این سوال شاید یکم باگ داشته باشه اینه که به من نگفته که این مقدار این وامی که من دارم میگیرم درصد سودش آیا ساده است یا مرکبه. سر همین شما ممکنه که بمونی سر این و خب میگم این سوال امتحان بودش. من واسه اینکه حالا کاملا مشخص بشه که قراره چی کار بکنم و نمره کامل بگیرم و اینکه میگم مثلا کلا اقتصاد مهندسی بر پایه فرض و اینجور چیزا قرار داره، سر همین نوشتم که آقا من فرض میکنم این نرخ وام 10% که به من دادی ساده است، چون به من هیچی نگفته که این بهره رو چه جوری بگیر. ممکنه شما بگین که آقا من دوست دارم بهره رو به جای اینکه ساده بگیرم مرکب بگیرم. اوکی، شما میتونید مرکب بگیریم ولی محاسباتتون خیلی زیادتر میشه. ولی خب اینم راه حل دیگه، حالا هر جور که صلاح میدونید. من برای اینکه کار راحت تر باشه و حالا اون مثالایی که بیشتر حل می‌کردیم این شکلی بود، این سبکی بودش که فرض، یعنی در واقع نرخ وام من ساده بود، بازم ساده فرضش کردم.
مقدار اینترست من چجوری به دست می اومد؟ میشدش اون نرخ وام، اون مقدار آی ضرب در واقع اون هزینه که رفتم وام گرفتم. چه مقدار هزینه رفتم وام گرفتم؟ نصف 1 میلیون، یعنی 500,000 تا. پس 50,000 تا من به مدت 10 سال باید بیام در واقع بهره واممو بپردازم. کش فلو افتر تکس من با در نظر گرفتن وام چه رابطه پیروی میکرد؟ میشه جی آی منهای او سی منهای آی ضرب در 1 منهای تی آر به اضافه دی تی آر منهای اصل پول. یادتونه تهش یه دونه منهای پی آر هم داشتیم. ولی اینجا من چی گفته که آقا من میام کل اون مقادیر اصل پول رو در سال 10 پرداخت میکنم. پس من از فرآیند مالی که دارم بعد از مالیات اون مقدار پی آر رو کم نمی کنم و میذارم سال آخر همش رو با هم دیگه کم میکنم. پس پی آر هم اینجا واسه این حذف شده، یعنی فرمول عجیبی به دست نمیاد، صرفا همون فرمول تهش پی آر حذف شده. جی آی هم که همچی رابطه‌ای داشت، او سی هم که گفتم مثلا نمیارم، مقدار آی هم که به دست آوردم 50,000 تا ضرب در 1 منهای تی آر میکنم به اضافه دی و ضرب در تی آر به اضافه تی آر رو ضرب در دی میکنم. دی هم که مقدارشو به دست آوردیم، چرا این شد اینجا نوشتم، یه همچین عددی در میاد ازش. کش فلو توی سال 1 رو حساب میکنیم تا بتونیم از روابط آوجی و اینا استفاده بکنیم و نهادی رو بیاریم روی سال 0. کش فلو افتر تکس من در سال 1 میشه 212,000 تا. خب بس الان باید چیکار بکنم؟ باید بیام کل MPW رو روی سال 0 ببینم چه مقداری میشه. 500,000 تا که من خودم هزینه کردم. چرا 500,000 تا هزینه کردم؟ چون که در واقع 1 میلیون با هزینه می‌کردم ولی 500,000 تاشو وام گرفتم. پس 500,000 تا در واقع دارم از جیب میدم انگار. بعد مقدار اینقدر درآمد ثابت دارم که با یه همچین جی کاهش پیدا میکنه. 70,000 تا هم به عنوان ارزش اسقاط دارم توی سال 10 دریافت میکنم. 500,000 تا هم باید بیام اصل پول پرداخت بکنم در سال 10. این همون اصل پولی بودش که من گفتش که آقا در بین 10 سال نده و بذار سال 10 بده. 500,000 تا وام گرفتی دیگه. خب اون اصل پولی که وام گرفتی 500,000 تا بوده. همین مقدار 500,000 تا رو باید بیاد روی سال 10 پرداخت بکنی. پس یه فلش به سمت پایین 500,000 تا بعد داشته باشیم که میایم مقدارش رو حساب میکنیم و چون بزرگتر از 0 پس پروژه اقتصادیه. از طرف دیگه به خاطر اینکه MPW این حالت از این حالت بزرگتره پس مطلوبیت پروژه من افزایش پیدا کرده. بعد ببینیم قسمت پ چی گفته که به نظر شما اگه استهلاک با روش وجوه استهلاکی با نرخ 10% محقق بشه پروژه اقتصادی تر میشه. برای پاسخ خودتون دلیل عددی یا تحلیل ارائه بکنید. اوکی. این هم از جمله سوالاتیه که شما اگه تحلیل رو متوجه نشین و اگه بخواین با عدد و راه حل عددی بخواین برین خیلی طول میکشه و احتمالاً وقت نکنید بنویسید. سر همینه که میگم خیلی باید حتما سر همینه که میگم کلا باید اقتصاد مهندسی رو بیشتر رو مفاهیمش کار بکنید تا در واقع اینکه راه حل مثلا چه جوری و اینجور چیزا. ما 4 تا روش استهلاک داشتیم دیگه، چیزایی که ما خوندیم 4 تا چیز اصلی. اون روش‌های آخر و یونیتس اف پروداکت و اینجور چیزا رو بذارین کنار. یه روش SL بود، یه روش SYD بود، یه دونه DB یا در بعضی موارد DDB بود، یه روش چیزم بود دیگه وجوه استهلاکی یا SF هم بودش. درسته؟ روش SL که میشه همون خطی مستقیم مقدار استهلاکی که تولید میکرد و به دست میورد ثابت بود دیگه برای هر سال. خب بعد روش دیگه که داشتیم چی بود؟ SYD بود. SYD با DDB یا DB هر جفتشون نزولی بودن، واسه همین برای ما خیلی مطلوبیت بیشتری داشتن. ولی گفتیم که بیشتر اوقات، یعنی احتمالاً فکر کنم 95% اوقات، شاید نمیتونم بگم 100%،
روش استهلاک موجودی نزولی همشون بهتره. خب و اون کلا بهترین روشیه که وجود داره. چرا؟ چون که هر چقدر استهلاک نزولی تر باشه بیشتر به نفع منه. چرا؟ چون که من در سالهای اول هر چقدر مقدار مالیات کمتری بدم بیشتر به نفع منه. چرا؟ چون که مقدار ارزش زمانی پول خیلی بیشتره. مثلا میگم اگه من 10,000 تا توی سال یک کمتر بیام مالیات بدم خیلی بهتر از اینه که من 10,000 تا مالیات کمتر توی سال 10 بدم. چرا؟ چون اون 10,000 تا که سال یک دارم کمتر میدم ارزشش رو مثلا اگه بیاریم روی سال 0 حساب بکنیم میشه 9,000 تا، ولی اون 10,000 تا سال 10 رو اگه بیارم روی سال 0 مقدارش میشه مثلا 500 تا. سر همین زیاد مطلوبیتی برای من نداره. پس من دنبال چی هم؟ این که آقا هر چقدر استهلاک من نزولی تر باشه بهتره. ولی این روش وجوه استهلاکی یک روش محاسبه استهلاکی سودیه. یعنی چی؟ یعنی این که آقا استهلاک در سال اول کمتره و هرچی برسیم به سال آخر استهلاک میشه مقدارش بالاتر. پس یعنی چی؟ یعنی که باعث میشه که من در سال اول مالیات بیشتری بدم و در سال آخر که زیاد بر من مطلوبیتی نداره مالیات کمتری بدم. پس میتونم با احتمال مثلا 99.99% این رو بیان بکنم که اگه من از روش وجوه استهلاکی استفاده بکنم چه در حالت باوام چه در حالت بیوام پروژه من اقتصادی بودنش کمتر میشه، مطلوبیتش کمتر میشه. یعنی که اصلا ممکنه که اقتصادی نباشه و به درد نخوره. حالا اگه بخوایم روش عددی مثلا ارائه بکنیم چیه؟ اینکه بیایم مقدار صرفه‌جویی مالیاتی یا TS رو تکس سیوینگ رو برای هر سال محاسبه بکنیم و ببینیم که هر کدوم که مقدار TS بیشتری داشت اون پروژه بهتره. حالا دیگه اینو به خودتون میسپارم چون که محاسبه کردنش خیلی زیاده و صرفه به نظرم نداره. هرچند که میتونین با اسپردشیت بنویسید ولی به هر حال دیگه من ننوشتم و فکرم نکنم تو امتحان بتونید بنویسید. این از این سوال. این سوال رو مطالعه بکنید خودتون، بعدش راه حلش رو با هم بررسی کنید. خب این سوالم به کرات دیگه دیدین دیگه، یعنی من خیلی این سوال رو آوردم، شبیه این سوال رو خیلی آوردم. امیدوارم که واقعا تونسته باشین حل بکنین. سر همین مستقیم میرم روی بحث توضیحش و خیلی روی توضیح خود سوال وقت نمیذارم. میاد میگه که مقدار واحد کنترلی که من در روزم 400 واحده، بعد هزینه‌های نگهداری در هر واحد در روز هم از 2.6 تا، تعداد تولید در روز هم فکر کنم 700 تا بود، یعنی فکر کنم ثابت بود. یه لحظه، نه 250 تا مثل این که بذاریم ببینم. آها متغیر. این تعداد تولیدی در روز مثل پارامتر حساس نیستش. خب ولی اونجایی که من دستگاه‌های مختلف دارم و اون دستگاه‌های مختلف مثلا ممکنه یکیشون 400 تا بخواد مثلا تولید بکنه، یکیشون 300 تا، یکیشون 700 تا، سر همین من برای اینکه مثلا راحت‌تر بتونم بنویسم اون حرفا اومدم تعداد تولید رو x در نظر گرفتم برای اینکه یکم جمع و جورتر بشه. وگرنه شما اصلا میتونید تعداد تولید x رو در نظر نگیرید و در جا مقدار اوسی رو به دست بیارید. این کارهایی که حالا من میکنم. وگرنه میگم مثلا اجباری به نوشتن تعداد تولیدی مساوی با x نیست، چون اصلا آنالیز حساسیت نمیخوایم انجام بدیم. گفته که من دو حالت دارم، یا اینکه میتونم یه مدافع تعریف کنم که مدافع من شامل چیه؟ شامل دستگاهی که همین الان دارم و 2 سال پیش خریدمش و بیام یه دستگاه دیگه بچسبونم بهش و با هم دیگه این 2 تا دستگاه کار بکنن، یا اینکه برم کلا یه دستگاه بخرم که کل اون میزان ظرفیتی که من میخوام تولید بکنم و پوشش بده و اصلا نیازی به این دستگاهی که الان دارم ازش استفاده میکنم نداشته باشم.
پس من دیفندر دارم و چالنجر. دیفندر من چیه؟ دیفندر من میشه اون حالت اولی که توضیح دادم که شامل 2 تا دستگاهه و چالنجر من میشه دستگاهی که در واقع هر دوتا رو پوشش میده. مقدار اوسیشون هم اومدم همین واسه x اینجا نوشتم به خاطر همونه. نوشتم اینجا مقدار اوسی، اسوی شون هم نوشتم. n برای اون دستگاهی که الان دارم 3 ساله، چون 2 سال قبل خریدمش و گفته کلا 5 سال عمر میکنه، پس 3 سال قرار عمر بکنه. دستگاه جدیدم که دارم میخرم 5 سال قرار عمر میکنه. اون یکی دستگاهی که میاد کل اینا رو پوشش میده 5 ساله. ولی اینو قبلا هم صحبت کردیم که در این حالت من باید چیکار بکنم و بیام عمر کارکرد مدافع رو کم بکنم. چرا؟ قبول دارین اگه من بیام بگم که بذار اینجا درست بکنم 1 2 3 4 و 5 سال. خب اگه من بخوام با مدافع کار بکنم و بیام بگم که این دستگاه باشه 1، این دستگاه هم باشه 2، خب تو اینجا 1 و 2 کار میکنه، اینجا هم 1 و 2 کار میکنه، اینجا هم 1 و 2 کار میکنه، اینجا دستگاهی که من دیگه خراب میشه و دیگه دستگاهی که من وجود نداره. اینجا 2 کار میکنه، اینجا هم 2 کار میکنه. من برای 2 سال صرفا یک دستگاه دارم که یه ظرفیت محدودی از تولید من رو پوشش میده و انگار من یک مقدار که باید در واقع یعنی باید مثلا تولید بکنم دیگه تولید نمیشه. پس من مجبور میشم چیکار کنم؟ به جای اینکه عمر مدافع رو بیام 5 سال در نظر بگیرم 3 سالش بکنم. یعنی چی؟ یعنی اینجا رو خط بزنم و بیام بگم که کلا عمر مدافع من که شامل 2 تا دستگاه 1 و 2 میشه 3 ساله، نه 5 سال. پس عمر مفید مدافع رو میگیرم 3 سال و برای رقیبم میگیرم 5 سال. بخش اول سوال، بخش الف سوال به من چی گفته؟ گفته که بیا عمر اقتصادی رو به دست بیاره، ولی با توجه به روابط و فرمول ریاضی فکر نکنم گفته باشه که به دست بیاره. گفته که با روش مفهومی به دست بیاره. روش مفهومی هم چیزی که ما با هم دیگه خیلی کار کردیم و امیدوارم که بتونید بنویسید، چون که فکر کنم بازم این دفعه سوال بیاد. ولی حالا به هر حال چی میشه روش مفهومیش؟ میگیم که آقا هزینه‌ای که من دارم میکنم سالانه که ثابته، این مقدار ثابته، اینم ثابته، اینم ثابته. خب چیزی که هستش چیه؟ من به دنبال اینم که مقدار EUAC سالانه من کمتر بشه. حالا مقدار EUAC سالانه من چجوری کمتر میشه؟ مینیمم میشه وقتیه که اون مقدار هزینه اولیه من روی سالهای بیشتری پخش بشه. یعنی چی؟ یعنی که هزینه اولیه من بیشتر سرشکن بشه. یعنی تو اگه بیا 100,000 تا روی 2 سال مثلا میگم بخوای پرداخت بکنی، خیلی بدتر از اینه که بیای اون 100,000 تا روی 5 سال پرداخت بکنی. اون 5 سال مقدار 100,000 تا رو خیلی کوچیک میکنه، ولی 2 سال زیاد 100,000 تا رو کوچیک نمیکنه. سر همین مطلوبیت من چیه؟ این که 5 سال مثلا اون 100,000 تا رو بدم. اینجا هم یه همچین چیزی در واقع چی میگن بازخورد داره، این که من این 2 تا هزینه اولیه رو بیام روی 3 سال پرداخت بکنم، 3 سال عمر در واقع عمر شکستش پرداخت بکنم، عمر کارکردش، و این 450,000 تا هم روی 5 سال عمر کارکردش پرداخت بکنم. پس عمر اقتصادی رقیب رو میگیرم 5 سال و عمر اقتصادی مدافع یا دیفندرم رو میگیرم 3 سال. دلیلش هم اینجا نوشتم که بخونید. بعد بخش دوم سوال چی گفته؟ آیا تجهیزات جدید جایگزین تجهیزات قبلی من مشابه بشه؟ اگه میخواد بشه در چه سالی؟ محاسبات هم انجام بده. خب باز هم این نکته رو ذکر میکنم که میگم اقتصاد مهندسی و پایه فرضیاته. پس اگر میخواین در واقع چیز بکنید، مثلا راه حل سوالی رو بنویسید، من پیشنهادم اینه که حتما تمام فرضایی که در نظر گرفتین رو کامل بنویسید که هیچ شک و ابهامی نمونه. الان به من گفته که دوره تحلیل من نامحدوده. دوره تحلیل نامحدود یعنی چی؟ یعنی که آقا رقیب من قابل تکراره ولی مدافع من تکرار نمیشه. من میتونم هی رقیب رو تکرار بکنم و برم یه رقیب مشابه بخرم، ولی مدافع نه. مدافع یک بار اتفاق میفته و تمام دیگه به این میره.
مقدار اوسی دیفندر و چالنجر هم حساب میکنم با توجه به اون ظرفیت‌های تولیدی که داده بر هر کدومشون. بعد میگم که چون که حالا مثلا درآمد رو در داخل سوال من نداده، پس احتمال خیلی زیاد مسئله از نوع ستاد ثابته و اون مقدار جی آی رو توی محاسبات خودم نمیارم چون که ثابت دیگه. بعد اومدم عمر اقتصادی دیفندر و چالنجر رو محاسبه کردم، پس EUAC دیفندر و چالنجر رو برای 3 سال و 5 سال محاسبه میکنم، مقادیرشون به دست میاد. چون که چالنجر من EUACش کمتر از دیفندر منه، پس یعنی چی؟ یعنی که آقا به جای که الکی بری هزینه اضافه بکنی 588,000 تا بدی، برو درجه چالنجر تو بگیر توی سال صفر و کلا تا ابد 496,000 تا بده و اون در واقع چالنجرت هم 5 سال یک بار عوض کن. پس نتیجه که میگیریم چیه؟ اینکه تعویض رو در سال صفر انجام بدیم. فقط این نکته‌ای که هستش اینه که من توی محاسبه عمر اقتصادی و حالا به تبع توی محاسبه EUAC مقدار مقدار ارزش اسقاط دیفندر رو برای اون دستگاه دوم محاسبه نکردم. چرا؟ چون که سوال اومده به من گفته که اون مقدار ارزش اسقاطی که باشه 10% فکر کنم مقدار اولیه یه چیز ثابته و در تمام زمان‌ها همینه. یعنی تو چه بیا اون دستگاه دوم رو 5 سال عمرش رو فرض بکنین چه 3 سال، اون مقدار ارزش اسقاطش تغییر نمی‌کنه و همون مقداره. پس با ارزش اسقاط ضمنی کار نداریم و توی محاسباتمون دخیلش نکردیم. اینم از این سوال. تا اینجا که ما همه سوال‌ها رو مشابهش رو دیده بودیم و امیدوارم که تا اینجا خوب کار کرده باشید. سوال 3 هم دیدیم. سوال 3 هم هیچ چیزی نیست و دقیقاً مشابهش رو حل کردیم. سر همین امیدوارم که حالا خوب نوشته باشین اگه جوابی مثلا نوشتید و دارین چک میکنید. اینم که برای کاهش طبق معمول غلط املایی زیاد داریم. من اینو درست بکنم. خب این هم اینجا درست کنم. برای کاهش هزینه‌های تولیدی در یک کارگاه پاس هم که بکنید دیگه، حالا منتظر حرف من نباشید. برای کاهش هزینه‌های تولیدی در یک کارگاه گزینه B پیشنهاد شده، ادامه شرایط موجود رو گزینه A می‌نامیم. یعنی چی؟ یعنی که من میتونم برم یا گزینه B رو بگیرم یا اینکه نه همین کاری که الان دارم میکنم و انجام بدم اون گزینه A اسمشو بذارم. مشخصات فرآیند مالی هر یک از گزینه‌ها در این جدول اومده. حداقل درصد سود قابل قبول و واقعی بعد از مالیات از 8%. روش استهلاک هم خطیه. نرخ مالیات هم 50%. با توجه به اطلاعات فوق کدوم گزینه اقتصادی تره؟ خب این سوال آبکی تر اصلا میتونست بشه واقعا. اطلاعاتو مثل همیشه می نویسیم. توجه بکنیم که بی من مقدار پی نداره. چرا؟ احتمالاً دلیلش اینه که پروژه بی اجاره‌ایه. وقتی من میخوام برم اجاره بکنم پول نمیدم دیگه، درسته؟ پس سر همینه که مقدار پول اولیه ندارم، هزینه اولیه ندارم. اوسیشو به من داده برای هر کدوم. جی آی و همینجوری در نظر گرفتم صرفا. حالا میتونستین در نظر نگیرین ولی بهتره که در نظر بگیرید. ولی خب احتمال خیلی زیاد اصلا پروژه من درآمد یعنی ستاد ثابتن. بعد اسویشون هم که گفته صفره، اینش هم که گفته 2 سال. میایم میذاریم توی توی فرمول کشف لافر تکس. مقدار استهلاک رو من برای پروژه آ میتونم به راحتی حساب بکنم، چون که 40,000 تا قرار 2 ساله مستهلک بشه، پس 20,000 تا مقدار استهلاک سالیانه منه. پس کشف لافر تکسش هم که بخوام به دست بیارم میشه جی آی منهای 20,000 تا هزینه ثابت ضرب در 50% تکس ریت من، بعد دوباره به اضافه تکس ریت ضرب در 20,000 تا که بالا ساده بکنین و اینا، این منفی 10,000 تا اینا مثبت 10,000 تا میشه جی آی دوم.
سر همینی که اصلا جی آی رو آوردم و پیشنهاد میکنم بیارید، چون اگه نمی آوردین میشد مقدارش صفر که زیاد معنی جالبی نداره. توی سوال قبلم شاید بهتر بودش که اوسی رو می آوردین و تهش میگفتین که چون مثلا مسئله ممنوع داده ثابته، سر همین اصلا نمیخواد اوسی ها رو وارد ماجرا بکنم، ولی حالا دیگه من انجام ندادم، ولی انجام بدیم بهتر. مقدار استهلاک پروژه بی هم هست صفر. یه نکته که به نظرم خیلی خوبه و حتما توجه بکنید، آیا اگه مقدار استهلاک صفر باشه مالیات من صفره؟ خب بچه‌ها این هیچ ربطی نداره. یعنی بزنین براتون یه مثال بزنم، یه شرکتی که مثلا میگم دستگاهشو رفته اجاره کرده، آیا مالیات نمیده؟ مالیات میده دیگه، درسته؟ پس هیچ ربطی نداره که چون استهلاک من صفره و استهلاکی ندارم مالیات نمیدم. اتفاقا مالیات هم میدم، خوبه مالیات میدم، ولی در واقع اون مقدار چیزو، اون مقدار صرفه جوی مالیاتی رو ندارم. کشف افتر تکس رو برای دی بی برای پروژه بی حساب میکنیم که میشه جی آی من 30000 ضرب در فلان و اینا. این چون صفر میره و میشه جی آی دوم منهای 15000 تا. میبینیم که الان این جی آی دوم و این جی آی دومه هر جفتشون یه فاکتور یکسانه، پس زیاد توی تصمیم گیری بین دو تا پروژه برای من به درد نمیخوره، چون که خب هر جفتشون یه مقدار قرار اضافه بکنه مثلا به MPW یا به EUAC تحلیلمون، پس به درد نمیخوره دیگه، الکی اصلاف وقت اگه بخوام تاثیرش بدم و این حرفا. بس جی آی دوم میذارم کلا کنار. فرآیند مالی آ و فرآیند مالی به چی میشه؟ پس اگه جی آی دوم رو چشم‌پوشی بکنیم، برای پروژه آ میشه 40000 تا سال صفر باید بیام هزینه بکنم و سال 1 و 2 کلا هزینه‌ای ندارم که شاید خنده‌دار به نظر بیاد چون که درآمد دارم به هر حال، ولی نمی‌بردمش. برای پروژه بی هم که قرار شدش که سال صفر هزینه‌ای نکنم، ارزش اسقاط هم که نداشته باشم، صرفا سالانه مقدار 15000 تا هزینه بکنم. MPW جفتشون رو به دست میاریم، چون که پروژه بی MPW بیشتری داره نسبت به آ، پس انتخاب من میشه چی؟ انتخاب من میشه پروژه بی. حتی تو منطق هم که بخوام بررسیش بکنیم، بهتر اینه که وقتی که من میخوام یک دوره خیلی کوتاه از یه چیزی استفاده بکنم، برم اونو اجاره بکنم تا اینکه برم بخرمش. مثالی که همیشه میزنم چیه؟ اینکه اگه من میخوام از یه شهر دیگه بیام تو تهران زندگی بکنم برای 2 سال، بهتر اینه که برم خونه اجاره بکنم تا اینکه برم یه خونه بخرم، چون که دوره من کوتاهه. ولی اگه بخوام 10 سال زندگی بکنم، بهتر اینه که برم یه خونه بخرم که نخوام پول اجاره بدم. پس چون که دوره من کوتاه‌تره، سمت یعنی من تمایل دارم که برم اجاره بکنم، پس پروژه بی رو انتخاب میکنم. این یه تحلیلی که باید بلد باشید، چیزی نیستش که جزء جواب باشه، ولی به نظرم بهتره که بنویسید، احتمالاً یه نگاه مثبتی بهتون بشه که حداقل متوجه شدید اقتصاد مهندسی رو. یه نکته زیبایی که داره این سوال، این بخش بشه گفته بر اساس قدرت خرید در زمان صفر که حدود 5% یعنی چه قدرت خرید؟ اینو با هم بحث کردیم. قدرت خرید یعنی F، یعنی تورم. یه لفظ دیگه که میتونه بیاد چیه؟ این که آقا مثلا این مقادیر هزینه‌ای که من دادم بر اساس دلارهای ثابته. یعنی چی؟ یعنی به اون هزینه‌ای که من دادم تورم صورت، یعنی تورم تعلق نگرفته. پس اینا همشون داره راجع به تورم صحبت میکنه. این که میگه که قدرت خرید هست 5%، یعنی تورم منو بگی 5% در سال. اینو بچه‌ها سر امتحان مونده بودن، بگم بهتون که حتما حواستون باشه. و سر امتحان در واقع از استاد پرسیده شدش که این قدرت خرید چیه. میخوام بگم که در واقع متوجه بشید که این نکات رو حواستون حتما باشه. خب ما فرمول کشف افتر تکس وقتی که تورم داریم رو میدونیم. چیه فرمولش؟ جی آی استار منهای او سی استار ضرب در 1 منهای تی آر به اضافه دی تی آر دیگه. خب ولی برای اینکه بخوام آنالیز اقتصادی انجام بدم، گفتم بعد چیکار بکنم؟ بعد بیام عامل تورم ازشون بگیرم. پس چیکار میکنم؟ ضرب در 1 تقسیم بر 1 به اضافه اف به توان تی میکنم.
و سادهش میکنم و میرسم به یه همچین رابطه ای. پس اگر من مثلا میگم تو پروژه B مقدار استهلاکم 0 باشه، قاعدتا این بخش حذف میشه دیگه و کلا همین جی آی منهای اوسی ضرب در 1 منهای تیار میمونه که این جی آی منهای اوسی حالا اینو نمیدونم چرا آوردم، ولی حالا آوردم دیگه، حالا این زیاد مهم نیست. اصل ماجرا رو بچسبین، جی آی منهای اوسی ضرب در 1 منهای تیار من بخوام محاسبش بکنم بستمه. پس برای پروژه 2 دارم چی؟ دارم جی آی منهای، چرا اینجوری نوشتم؟ یه لحظه من چک بکنم. مقدار اوسی من بوده 30,000 تا، بعد هیچی فهمیدم. اوکی. خب اینجا این اشتباه شد، توضیحی که من اینجا دادم برای پروژه آ. پس اول برای پروژه آ رو توضیح میدم براتون، بعد میرم راجع به پروژه بی صحبت میکنم. یه همچین فرمولی پس برای کش و افتر تکس وقتی که مالیات نداریم، وقتی که تورم نداریم داریم. حالا میایم مقادیر آ رو توش جاگذاری میکنیم. گفتیم که یه مقدار درآمد ثابت جی آی براش همینجوری در نظر میگیریم، یه 2000 تومان بعد سالانه هزینه بدیم، 50% ضرب میکنیم و بقیه‌اش هم که این قدیم میمونه. فقط اینجا اینش مهمه که یه دونه یکی به اضافه 5% توی سال 1 به خاطر گرفتن تورمه، یه دونه هم 1.5% به توان 2 به خاطر تورم تو سال 2 و یه همچین فرآیند مالی ازش به دست میاد که اگه جی آی دوم رو چشم پوشی کنیم فرآیند مالی من این شکلی میشه. برای پروژه بی هم که چون این مقدار دی تی آر من 0، پس کلا چیزی که ازش میمونه جی آی منهای اوسی ضرب در 1 منهای تیاره که جی آی منهای اوسی میشه جی آی منهای 30,000 ضرب در 50%، که همونجا که جی آی دوم همشون ثابت، این جی آی رو میزنیم کنار، میمونه منفی 15,000 تا که میبینیم هیچ فرق نکرده فرآیند. مقدار ام پی دبلیو دو تا پروژه رو حساب میکنیم، چون که پروژه بی مقدارش بیشتره پس صرف اقتصادی بیشتری داره و قاعدتا من باز هم انتخابم میره به سمت اینکه یه چیزی رو اجاره بکنم تا اینکه برم بخرمش. اینم از این. کلا اصلا میبینیم که این فصل در واقع این امتحان 99 ترم دومش خیلی راحت تر بود و حالا ایشالله که این ترم هم همینطوری باشه برای شما. حتما خوب یاد بگیرید، اینا یه مفاهیم پایه و اساسیه، اگه بلد نباشید واقعا به مشکل برمیخورید. امیدوارم که مفید بوده باشه و حتما سوالی چیزی داشتین ازم بپرسید، بتونم جوابتون رو میدم. موفق باشید.